گروهی از هکرها در حال تلاش برای نفوذ به سیستم‌ها و سرویس‌های نرم افزاری، البته به صورت ایمن و به دور از خرابکاری. رویدادی بین‌المللی که جوانان متخصص امنیت سایبری رو از سراسر جهان به رقابت با یکدیگر کشانده است. توی این مسابقه ما یه فلگی رو به دست میاریم که همون دیتای واقعی انگار تو دنیای واقعی، انگار مثلا ما یه جایی هک کردیم یه دیتایی به دست آوردیم. حالا اینجا به صورت یه استرینگ، یه رشته کاراکتری که یه فلگی اسمش، یه پرچمیه. درسته سیاهه ولی کلا سیاه نیستیم، کلا سفیدیم. باید بلد باشی که اون رو در واقع سوء استفاده کنی، به قولی بهش میگن بهره برداری بکنی و پاسخ سوال در پس اون بهره برداری هستش. مسابقه‌ای که شرکت کنندگانش از کشورهای آمریکا، هند، روسیه، چین و ژاپن به صورت برخط و نمایندگانی از شهرهای مختلف ایران به صورت حضوری در آن شرکت کردند. تکنیک‌های جدید امنیت سایبر رو بهشون آموزش بدیم تا بتونیم با تربیت نسل جدید از متخصصهای این حوزه زیرساخت کشورمون در مقابل حمله‌های سایبری امن‌تر کنیم. رقابت‌هایی با این رویکرد در کشورهای توسعه یافته برای شناسایی آسیب‌پذیری سامانه‌ها برگزار می‌شود. مهمترین بخش سامانه‌ها و برنامه‌های کاربردی حفظ امنیت اطلاعات مخاطبان و کاهش ریسک‌های نفوذپذیری است. قصد داریم اون شرکت کننده‌های تالنتی که وجود دارن رو پیدا بکنیم. در واقع این کار به کشف استعدادها در حوزه امنیت کمک میکنه. مرحله دوم این رقابت با حضور 6 تیم برتر ایرانی راه یافته به مرحله نهایی به صورت حضوری برگزار و از تیم برتر تقدیر شد. خیلی جو خوبی بود، بچه‌ها کار تیمیشون خیلی خوب بود و این اشتیاق حالا کار بین اعضای تیم قشنگ حس می‌شد و خب ما هم این حس رو داشتیم. چالش‌ها خیلی هیجان برانگیز بودن واسمون. در اولین دوره این رقابت بین‌المللی بیش از 2000 نفر شرکت کننده از 104 کشور مختلف به صورت برخط در زمینه امنیت اطلاعات، مهندسی معکوس و رمزنگاری به رقابت با یکدیگر پرداختند. سالار واعظی، خبرگزاری صدا و سیما.